اطفال نازنین سلام، خوش آمدین به اولین برنامه آموزشی ما. خدا کنه که همتون جور صحتمند باشین و تا این دم لحظاتتان به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. من نیلم هستم و قرار است زبان دری را به شما عزیزان تدریس کنم. همه ما میفهمیم که زبان دری از جمله زبانهای ملی ماست، پس باید هر فرد کشور ما به این زبان بلدیت داشته باشه. وقتی میخوایم یک زبان یاد بگیریم، مهمترین بخش در آن الفباش می باشه که در زبان دری 34 حرف می باشه. اولین حرف الف مد و آخرین حرف یا است. پیش از اینکه درس خود آغاز کنیم، ترانه جالب و دیدنی الفبای دری را برین ببینین و دوباره برمیگردیم. بیاین با هم بخوانیم حروف الفبا را. با الف میشه الله، با ب میگیم بسم الله. با پی پنسل میگیریم، میکشیم رسم و خطها. رسم و خطهای است تصویر الفبا را. تصویر است جیمچه هیخ دال زال ریزیشی. با سین شروع می شود سالهای عمر ما. با شین شروع شام است، اگر با سواد بتانم می سازم صلح و صبر را. از زاد هم ضبط می کنیم تو یعنی طبیعت را. بیاین طفلا ببینیم بازوی ظاهر خود را. مثل عین باید باشیم عادل و پرتوانا. مانند غین غصه را دور کنیم از بین ما. من نمیخواهم با فی بکشم فقر و جنگ را. میخواهم با حرف قاف تصور کنم قالب. قالبی از کاف یعنی کابل زیبای ما، که مانند گاف هسته گران بها و زیبا. مثل لام لحظه ها را به خاطر بسپاریم. از میم هم یاد بگیریم محبت و صفا را. مثل نون همیشه بخوانیم نماز را. از واو باید بیاموزیم ارزش وقت را. ماننده باشیم با هدف و پرتلاش. بالاخره رسیدیم به آخرین حرف ما، که میشه بگوییم او است حرف یا. با یا شروع می شود اولین اعداد ما. اینجا ختم می شود حروف الف با. حروف الف با. حروف الف با. خب عزیزان، ترانه را دیدین و امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. پیشترم گفتم که در زبان دری 34 حرف است که هر کدامش آواز و اشکال مختلف داره. اولین حرف ما حرف الف مد است و آخرین حرف ما حرف یا است. خب اولین حرف ما حرف الف مد است و مثال که به شما آوردیم آب است. حرفایی که در آب شامل از کدام حرف است؟ الف مد، ب، آب. آب از جمله مایع شفاف بیرنگ است که هیچ موجود نمیتونه بدون آب زندگی کنه. مثال بعدی ما آهو است. حرفایی که در آهو شامل از کدام حرف است؟ الف مد، هید چشمه، واو. آهو. آهو از جمله حیوانات است که بسیار زیاد به سرعت میدوه و چشمهای مقبول هم داره. مثال بعدی ما به الف مد آفتاب است و حرفایی که در آفتاب شامل از کدام ها هستند؟ الف مد، ف، ت،
الف ب آفتاب. آفتاب چی رنگ داره؟ بله رنگ زرد داره و تمام موجودات زنده انرژی خود از نور آفتاب میگیرن. بعد از حرف الف مد دومین حرف ما در الفبای دری حرف الف است که با الف مد کاملا یکسان نوشته میشه و مثال که به شما آوردیم الف ابر. حرف هایی که در ابر شامل از کدام ها هستند؟ الف ب ر. ابر. بله مثال بعدی ما انار است. حرفایی که در انار شامل است الف نون الف ر. انار. انار یک میوه است و رنگ سرخ داره. به تعقیبش مثال دیگه ما انگور است. حرفایی که در انگور شامل است الف نون گاف واو ر. انگور. و انگور هم انواع مختلف داره و رنگای مختلف هم داره که رنگ سرخ است، رنگ سیاه است، انگور کشمشی است و در کشور ما هم زیاد پیدا میشه. به تعقیب حرف الف حرف ب است که یک نقطه داره و مثال که به شما آوردیم برگ است. حرفایی که در برگ شامل از کدام ها هستند؟ ب ر گاف. چی میشه؟ برگ. و برگ هم رنگ سبز داره. در خزان رنگشان زرد میشه و اشکال مختلف هم داره. مثال بعدی ما ب باغ است و حرفایی که در باغ شامل است ب الف غین است. باغ. مثال بعدی ما به حرف ب بایسکل است. ب الف یا سین کاف لام. بایسکل. یک دفعه دیگه هم تکرار کنیم. ب الف یا سین کاف لام. بایسکل. آفرین. به تعقیبش حرف پ است که با ب کاملا یکسان نوشته میشه ولی فرقشی است که پ چند نقطه میخوره؟ 3 نقطه. آفرین به شما. و مثال که به شما آوردیم پ پشک. حرفایی که در پشک شامل است پ شین کاف. چی میشه؟ پشک. و مثال بعدی ما به حرف پ پروانه است. حرفایی که در پروانه شامل است پ ر واو الف نون هگردک. چی میشه؟ پروانه. مثال بعدی ما به حرف پ پکه است و حرفایی که در پکه شامل است پ کاف اگردک. پکه. بعد از حرف پ حرف ت است که با ب و پ کاملا یکسان نوشته میشه ولی فرقشونی است که ت 2 نقطه داره و در بالای سرش. مثال که به شما آوردیم ت توپ است. حرفایی که در توپ شامل است ت واو پ. توپ. و توپ همه ما میشناسیم که امروز والیبال میکنیم، فوتبال میکنیم، کرکت میکنیم. مثال بعدی ما ت تخم است و در تخم کدام حرف شامل است؟ ت خ میم. آفرین. تخم. مثال بعدی ما به حرف ت است تار و حرفایی که در تار شامل است ت الف ر. تار. خب عزیزان این بود درس ای برنامه ما که حرف الف مد الف ب پ و حرف ت را خواندیم. خدا کنه یاد گرفته باشین. تا برنامه بعدی و درس بعدی ما شما رو به خداوند یکتا میسپارم. همیشه کامیاب و موفق باشین.